أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب جواز شرب من جمیع الاواني الطاهرة غیر الذهب والفضة، یعنی که باب در مسئله جایز بودن نوشیدن از تمام ظرف هایی که طاهر هستند، هر نمود ظرف طاهر غیر الذهب والفضه، اما طلا و نقره نه. غیر طلا و نقره هر چیزی طاهر در خوردن و نوشیدن جایز است. این یک مسئله این باب. دوم مسئلهش و جواز الکرعی، و جایز بودن کرع. کرع چی است؟ خودش میگه و هو شرب بالفم من النهر و غیره بغیر اناء ولا ید، یعنی که کرع معناش و هو شرب، یعنی که نوشیدن، بالفم با دهان، من النهر یعنی که از دریا، مثلا دریا رفته سای، جویبا رفته سای، بگم سرت خم میکنی، چیکار میکنی؟ از داخلش بگم فوکه میمونه، نوشیدن شروع میکنی. این جایز است. و غیره، یا از غیر نهر، از غیر نهر، یکون جایی که آب است، یکون چیزی کلان آب است، آیا میتونی که فوکه مونده از داخلش بخوری؟ میگه بله جایز است. بغیر اناء ولا ید، یعنی همین نوشیدن میگه بغیر اینا است، یعنی که یکون ظرف استفاده برنده نیست، یا که ولا ید، یعنی که حتی پنجه زده هم نمی نوشد، بگیم فوکه مونده راست که در داخل آب نوشیدن شروع میکنن، همین میگه چیه؟ جایز است. و جواز الکرعی، یعنی جایز بودن کرع فوکه در آب مونده نوشیدن. پس این قدر گپای بعد شما این ترجمه یا که شرحی کلمه کرع بود. و تحریم استعمال اناء الذهب والفضة في الشرب والاكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال، میگه که و حرام است استفاده بردن اناء الذهب، یعنی که ظرف هایی که از طلا هستند، والفضة یا ظرف هایی که از نقره هستند. در چی حرام است استفاده بردنش؟ فی شربی، در نوشیدن، و الاکلی، و در خوردن، و طهارتی، یا که در پاک کردن. مثلا همون در آب میگیری برای خوردن و نوشیدن نیست، برای پاک کردن میبری، یکون چیزی میریزی خلاصه برای پاک کردن، آب میگیری با او طهارت میکنی. و سایر وجوه الاستعمال، و باقی مانده راه های استفاده بردن از ظرف طلا و نقرگین حرام است. یعنی طلا و نقره را ظرفاش استفاده بردن در زندگی حرام است، جایز نیست که از اون استفاده ببری. خب این باب است. اکنون زیر این باب، موضوع باب همین قدر طولانی است، اکنون در زیر این باب چند حدیث ها امام برای ما تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث ریاض الصالحین 773 عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت حضرت الصلاة، یعنی وقتی نماز فرا رسید، وقتی نماز شد، فقام من کان قریب الدار الى اهله، پس میگه خیستن یا که رفتن، من کان قریب الدار الى اهله، هر کسی که نزدیک بود خانه هایشان یا نزدیک بودن با خاندانشان، یعنی که بگیم وقتی نماز شد مردم خیستند و هر کسی در خانهش نزدیک بود خانهش رفت. یعنی و بقی قوم، و بعضی ها موندن اما بعضی خانهشان نرفتن. میگه فاوتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بمخضب من حجارت، پس میگه آورده شد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمخضب، یعنی به یک ظرفی که اون ظرف نامش مخضب است، یک نمود ظرف آبگیری، من حجارتی، لیکن همون مخضب میگه از سنگ بود، یعنی ظرفی آبگیری که از سنگ. فصغر المخضب ان یبسط فیه کفه، پس خوردی کرد، میدگی کرد همون مخضب، همون ظرف، ان یبسط فیه کفه، این که بدرارد در اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستانش را. فهمو؟
یعنی در دستور در آوردن چیکار کرد؟ میدگی کرد. صغورا، میدگی کرد. فتوضع القوم كلهم، پس میگه طهارت کردند همه قوم. قالوا کم کنتم، پس گفتن که چی قدر بودید شما؟ قال 80 و زیادتن، گفت 80 نفر و زیادتن، و بیشتر از 80. حدیث متفق علیه است. هذه روایت البخاری، این روایت بخاری است. خب یعنی فسخر المخضب ان یبسط فیه کفه، یعنی که میدگی کرد، همون ظرفی آوردگی که ان یبسط فیه کفه، میشه بگم که باز کند دهنی همون چرا، همون ظرفی آوردگی را، ظرفی سنگین را، تا اینکه دروش دیده شود چقدر آب دارد. پس میگه طهارت کردن همه قوم، اون قوم 80 یا بیشتر از 80 نفر بود. فهمو؟ این حدیث اول. یعنی که این ظرف از چی بوده است؟ از سنگ بوده است. طاهر کی بود؟ از اون گرفتند و طهارت کردن. جای دلیل همین است. از سنگ بوده است، طاهر بوده است، گرفتن از اون طهارت کردن و استفاده بردن و طهارت کنی. و روایت دیگر رو میارد، میگه و فی روایت له لمسلم، و یک روایت دیگر از انس رضی الله عنه روایت است که اون امام مسلم روایت میکند، ان نبی صلی الله علیه وسلم دعا بإناء من ماء، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست ظرفی که یک ظرف از آب، یعنی که یک ظرف آبدار خواست پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلب کرد. فاوتی بقدح رحراح فيه شیء من ماء. خب فاوتی، پس میگه آورده شد، بقدح آورده شد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بقدح یعنی که یک ظرفی را، رحراح فيه شیء من ماء. خب اون ظرف میگه رحراه بود، یعنی پهن بود. فهمو؟ یعنی که بگیم چخور نبود، ده پهن بود، پهن کلان. شیء من ماء، در اون میگه کم ترک آب بود، زیرا که چخور نبود که آب بسیار برد، کم ترک آب داشت. فوضع اصابعه فیه، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت، فوضع اصابعه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت انگشتانش رو در بالای همون آب، همون آبی در قدح بودگی آبی کم ده. قال انس رضی الله عنه میگه که فجعلت انظر الى الماء، پس میگه شروع کردم نگاه میکردم با آب نگاه میکردم، میگه ینبع من بین اصابعه، یعنی که می برآمد همون آب، یعنی می جوشیده می برآمد، یعنی که زده می برآمد آب از بین انگشتان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی پیغمبر بگیم دستش در بالای آب که مون، میگه پس آب میگه از بین انگشتان پیغمبر میگه می برآمد. فحذرت من توضع ما بین 70 الی 80. پس میگه تخمین میزنم، فحذرت تخمین میزنم کسانی که طهارت کردند از همون آب، ما بین 70 الی 80، از 70 میگه تا 80 نفره بودن، از 70 تا 80 نفره از همون میگه آب گرفتند و طهارت کردند، یا که از همون آب طهارت کردند. یعنی که برکت داستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، معجزه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کارا براشون تقدیم کرد. خب این حدیث اول با دو طریق روایتش. و بعد از این حدیث 774 و عن عبدالله ابن زید رضی الله عنه قال، یعنی که از عبدالله ابن زید رضی الله عنه روایت است که گفت اتانا النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که آمد نزد ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاخرجنا له ماء فی تور من صفر فتوضا. پس میگه فاخرجنا له، یعنی که دادیم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آب را، یا بردیم نزد پیغمبر آب را، فی تورین، اون آب میگه در ظرفی بود، در تور بود، یعنی ظرفو بگیم در کاسه، در آبگیرکی بود، من صفرین، اون ظرفی که آب گرفته میگه از نحاس بود، از نحاس بودک. فتوضع، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از اون طهارت کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همون طهارت کرد. یعنی که اینجا هم دلیل است که این ظرفی که با پیغمبر آوردن از نحاس بود
و پیغمبر طاهر کی بود، پیغمبر گرفت و با او طهارت کرد. زیرا که موضوع بابمون همین است که ظرفای طاهر قطعی می شود استفاده بود در زندگی. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. خب بعد از این حدیث 775 وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است هر اون پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آمد نزد مردی که از انصاری بود. پیغمبر نزد مرد انصاری رفت و معه صاحب له، و همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صاحب له یک رفیقش بود، همنشینش بود، یعنی پیغمبر با کسی دیگر بودن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش گفت که ان کان عندك ماء بات هذه الليله في شن والا کرعنا. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان کان عندك ماء، گفت اگر که باشد در نزد تو آب، بات هذه الليله في شن، یعنی که باشد همون آب، یا شب را روز کردگی باشد، باطن شب را روز کردگی باشد همون آب، هذه اللیلت همین شب را، همین شب گذشته را، فی شن در ظرف، یعنی همون آب همین شب در داخل ظرف باشد، همین طور آب در نزدت باشد. و الا، و اگر که نباشد، یعنی همین طور آب نداشته باشه که در ظرف باشد، کرعنا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما کرع میکنیم. کرع رو پیشتر گفتیم که نه که نول مونا فوک مونا مونده آب می نوشیم، فهمو؟ آب رو بگیم از فوک مونده آب می نوشیم از ظرفی کلانده، اگر که گفت همین طور آب نداشته باشی، فهمو؟ در ظرف آب گرفتگی نباشه. خلاصه در ظرف میده که برای آبگیری نباشد، از ظرف کلان چکار میکنیم؟ کرع میکنیم، یعنی که دهن مونده می نوشیم. خب رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس اینجا دلیل است که از آب یعنی که فوک مانده نوشیدن جایز است، زیرا که پیغمبر گفت اگر که نداشته باشه که با فوک مانده می نوشیم، یعنی دلالت بر جایز بدنش میکند. بعد از این حدیث 776 و عن حذیفه رضی الله عنه قال، یعنی که از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، میگه هر اون پیغمبر صلی الله علیه وسلم باز داشت ما را از استفاده بردن حریر و دیباج، یعنی که ابریشم نوعی گوناگونش که حریر است یا دیباج است. خلاصه از همین ابریشم پیغمبر صلی الله علیه وسلم استفاده بردنش ما را میگه منع کرد. و شرب فی آنیه الذهب والفضه، و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما را منع کرد از نوشیدن در ظرف‌هایی که از طلا و نقره است، ظرف‌های طلاگین و ظرف‌های نقرگین ده، همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه نوشیدن را استفاده بردنش برای ما منع کرد. و قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت درباره اینها برای چی منع کرد، پس علتش رو گفت که هی لهم فی الدنیا و هی لکم فی الاخره، یعنی اینها، یعنی همین ابریشم و ظرفای طلایی و نقرگین گفت لهم، یعنی برای وی ها هست، یعنی برای کافر ها هستن، برای غیر مسلمان ها هستن در این دنیا. فی دنیا، در این دنیا از این لباس ها و از این ظرف های طلا و نقرگین کافر ها استفاده میبرند، گفت اینها در دنیا برای کافر ها هست. و هی لکم فی الاخرتی، اما این ابریشم و ظرف های طلایی و نقرگین گفت برای شما هست در روز قیامت، یعنی شما استفادهش ببرید در روز قیامت. حدیث متفق علیه است، یعنی سببی معنی بودنش بیان کرد که این مال جنت است، برای اهل جنت است، برای همون خاطر استفاده در این دنیا نمیبریم و در روز قیامت در جنت استفاده خواهیم بود با خواست الله نصیب مون کند. خب حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 777 از کتاب ریاض الصالحین و عن ام سلمة رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ام سلمة رضی الله عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الذی یشرب فی آنیه الفضة، یعنی آن کسی که می نوشد در
ظرفای نقرگین، در ظرفای نقرگی آب گرفته می نوشد. پیغمبر گفت که انما یجرجر فی بطنه نار جهنم، گفت هر آینه میریزد در شکمش، گفت آتش جهنم را. این نوشیدن از ظرف نقرگین به مانند این است که گویا که آتش جهنم را در داخل ریخته است، در معدت ریخته ایستاده ای. حدیث متفق علیه است. بعد از این میگه و فی روایت لمسلمین، در یک روایت دیگر در امام مسلم اومده است که ان الذي یاکل او یشرب فی آنیه الفضه والذهب، یعنی هر آینه کسانی که وجود الذی کسی که ایجاد هر آینه کسی که میخورد یا مینوشد، در بالا فقط حدیث اول گفت که مینوشد، در اینجا هر آینه کسی که میخورد یا مینوشد در ظرف طلایی یا نقرگی، در بالا فقط نقره را گفتگی بود، در اینجا هم نقره و هم طلا، هر کسی که میخورد یا مینوشد دوامش هم حدیث بالاکی است، این نما یجرجر فی بطنه نار جهنم. پس به منزله این است که گویا که میریزد در شکمش آتش جهنم را، چه اون ظرف طلایی باشد چه نقرگین باشد، چه خوردن باشد چه نوشیدن باشد. پس استفاده بردنش جایز نیست. و فی روایت له، با یک روایت دیگری اومدگی است به همین معنا که من شرب فی اناء من ذهب او فضة، یعنی هر کسی که بنوشد در ظرف از طلا یا که ظرفی که از نقره هست، فانما یجرجر فی بطنه نارا من جهنم، هر آینه میریزد در شکمش آتشی که من جهنم، اون آتش از آتش‌های جهنم است، حتی آتش‌های دنیا هم نه، آتش جهنم است، آتش دوزخ است، گویا که در شکمش اون آتش را ریخته ایستاده است. هر کسی که استفاده میبرد در خوردن و نوشیدن ظرفای طلایی یا ظرفای نقرگین را. خب با همین این باب به آخر رسید و همچنین کتاب ادب طعام، کتاب ادب طعام هم با همین به آخر رسید، یعنی موضوع خورد و خوراک و نوشیدن و طرز و طریقش و همه آدابش و همه چاش با همین به آخر رسید. بعد از این در کتاب نو میگذاریم، در کتاب ریاض الصالحین که با ریاض الصالحین در داخل خودش چند بندهای کتابهای دیگر دارد. کتاب اللباسی، کتاب در مسئله لباس است. انشاءالله درس آینده‌مون درباره لباس صحبت می رود. لباس باید چطور پوشیده شود، چی چیز، کدام رنگا و کدام طریقا و تا کجا پوشانده شود و پوشاک ارزان و قیمت و خلاصه در این مسئله انشاءالله از درس آینده صحبت کردن رو درباره لباس شروع خواهیم کرد با طبق آن چیزی که امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین برامون تقدیم میکند. پس این است درس امروزمون. با همین درس امروزه را با پایان میرسونم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.